نسبت به مرد 53 ساله ساکن شهر اصفهان پرونده جنایتی بر اساس قسم یکم ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی پرونده جنایتی گشودند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 3 دکبر خبر داد که این ساکن سالمند اصفهان شب 27 دکبر سال 2021 تخمیناً ساعت 19:35 هنگام در حالت مستی قرار داشتنش با مرد 45 ساله ساکن همین شهر جنگ و جنجال کرده با کرد یک مرتبه به شکمش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری شده است. تفتیش این حادثه ادامه دارد. به ساکن دستگیر شده اصفهان بر اساس قسم یکم ماده 110 همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. تنها روز 27 دکبر مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دو مرد سالخورده را با اتهام کردزنی بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی قبلا خبر داد که یک مرد 71 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر کرده شد. نامبرده 27 دکبر سال 2021 تخمیناً ساعت 14:30 در حدود شهر دوشنبه در حالت مستی قرار داشته از احسیات افباشی با مرد 29 ساله ساکن همین شهر جنگ و جنجال کرده او را لطکوب نموده با کرد یک مرتبه به قفس سینه اش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است.